خرسندوار اون است که در این چمپیونات 187 نفر مردان و 8 نفر زنان یکم بار در جمهوری بعد استقلالیت زنها برآمد میکنند، یعنی که 8 نفر. تشکر دوستان گرامی. اگر دیده باشد آقای رزق‌الدین هر وقت توجهشون به میدان است، چون که همیشه به میدان نظر میکنند که یگون چیز صاف خطا نشد. از این را شما میتونید اینجا دوربین ما هست، با دوربین نگاه نظر کنید. گپ زنید یا که دوربین دیگر بریم شما در خواص هست که اون گز گوشتی نگرد شما از اون خفه مونید. نه فکر میکنم همین طور. نه به هر نحو شما از این درجه که حالا میگذرد مسابقه ها که جنبست میشوند قناعتمند هستید؟ من فکر میکنم که نه فقط من، باید که تمام مسئولان و کارگرانی که در این ساحه هستند باید قناعتبخش باشند. نه فقط قناعتبخش، ممکن که خوب حتی اعلی، برای اینکه کجایی که کار باشه اونجا کمی نمیشه، کمبودی نیست، به کمبودی نمیشه، هست به کمبودی میشه. ببینید که چند فاصله چند وقت تنفس کردیم از حسابی که یک جا درستی شد، یک کم نقصان شد اون کار، برای بیکار به این نمیشه. برای اول فکر میکنم این نقصان ها یک طرفه کرده میشد. اساس اون است که ما سرجم اومدیم و این مسابقه به درجه عالی در تالار بر هوایی که اینجا حال یگان مسابقات فکر میکنم گذشتگی نیست موجود گذرونده. یعنی گویا که تاریخی شده. بله چند تاریخی هم تالار هم دختران برآمد کردند. بله درباره دختران نوبت فرا میرسد، اما من ببینم که سطح مسابقه هر چند نباشد از میمانی خیلی زیاد، اما پرسون شدیم سطحش بلند است، یعنی درجه تشکیلش به درجه عالی است. بله. سنا بود با همه شما به فدراسیون جودو تاجیکستان که همین گونه مسابقه رو گذرانده میتونید. بله، برای اینکه در اینجا در هر یک وزن ما تا 32 نفر از تمام منطقه تاجیکستان اجازه داریم، یعنی که چیکار که در جودو المپی میگذرد از 32 نفر زیاد کم هم نیست، زیاد ممکن نیست و کم هست ممکن 32 نفر، یعنی که چیکار با میگیم که راحت میگیریم که تا 32 نفر در یک وزن میشه. از اون حساب ما این سال تصمیم گرفتیم در فدراسیون که تمام دستور رو هم خیلی تقسیمات کنیم که در هر وزن تا 32 نفر اشتراک کنند. باز یک سوال دیگر، کدام مثلا نگرانی هایی که شما میخواستید مثلا کدام پهلوان پرزور چمپیون شود چمپیون نشود؟ راست اینجا بسیار در وزن‌های مایده، یعنی وزن تا 60 کیلو اونجا راستی فکر تمام مربی دیگر کسان بود، لیکن با فینال با آخر فینال تمام دیگر رو برآورد. یعنی که چهروی نو در هم جایزه دار شدن هم قهرمان شدن. خب شما چون اعضای فدراسیون هستید، اون چهره‌ای نوی که مثلا امروز چمپیون شدن اونها به دسته منتخب در نزد مربیانی که مسئولی مثلا دسته یکچه تاجیکستان هستن یا که منتخب تاجیکستان هستن جلب میشوند؟ البته یعنی برای همون من فکر می‌کنم نه فقط در جودو، در تمام نبود اگر که چمپیونات این یا اون دولت گذارنده شود اونجا بهترین سرجم دسته منتخب می‌گردند. یعنی اون لحظه‌های بودند که مثلا چمپیون یک نفر میشد دیگر کس به مسابقه بین الخلقی میرفت، این طور نیست. نه اکنون حاضر فکر میکنم که کار براه مونده ایستاده است، یعنی که همون موقع خود جریان خود شفافیت بسیار شده در جودو، خصوصا در جودو بسیار تر شده است. یعنی که اینجا حاضر خصوصا در این مسابقه یعنی از دسته منتخبی که برای المپی روخت گرفته ایستادن وزنای یک 6 نفر یا 8 نفر اونا اینجا برآمد نکردن، برای که مسابقات المپی بسیار نزدیک اومدگی و چند مسابقات بیرونی از جمهوری موندگی ما تیاری اون رو برای اونجا تیار کردیم. از این صبح اون رو تصمیم گرفتیم که در این مسابقات نمونیم برای که لد نبردارن با یا چی نشه. خب در حقیقت درست میگید، ما میدونیم پهلوانان نامی خودمون رو که بیروز هستند، دیگر سومون هستند، اینا اگر اونها در همین مسابقه می بودن این چمپیون های تازه‌ای که حالا شدن در کدام سطح با اونها برابر بازی کرده میتونن؟ من فکر میکنم که این پهلوانان اونو کمی نداشتن. شاید من راستی فکر میکنم که باز ممکن این ورزش هست که المپیک چمپیون المپیک چمپیون شهر رو برده نمیتونه، بلکه با این جمهوریه. بله شاید اون درجه تیاری اون بچه‌ای که به این مسابقه به خوبتر باشه. اینجا خیلی است که جودو یک نمود است که بالای یخته فکر میکنم یک برغلطی دی ایپون تمام برآمده رفته میشه و این حالات به حد بسیار شد، خصوصا با در وزن 66 همین حالات به حد بسیار شد.
تشکر زیاد دوستان گرامی. دیروز مسابقه ها در وزن تا 73 81 و تا 90 کیلوگرم به انجام رسیدند. یک فرصت ما با اون وزن‌هایی که دیروز بودن توجه میکنیم. در وزن 81 کیلوگرم ما از 73 آغاز میکنیم به خاطر اینکه حالا در سودی سیاری ما در یک جایی هست که میخوایم از 81 سر کنیم. این بر شما شاید روشن نباشد. در این وزن حقنظر نظروف چمپیون تاجیکستان شد و فکر میکنم که این بار اول است. نه باید بار دوم است. بار دوم است که چمپیون تاجیکستان شد. حقنظر در همین وزنی که برابر میکرد 81 کیلوگرم 28 نفر ورزشگران برای مدال ها مبارزه بردند. در نتیجه حقنظر نظروف جای اول رو گرفت. اولم افروز عبدالرحمانوف جای دوم، امروز رجبوف سیوم شدند و عمر رسولوف نیز. خوب بیاید با روی تای کردن حقنظر نظروف توجه میکنیم. او رسولوف را شکست در بازی نیم نهایی. پیش از 4-1 نهایی او با امروز رجبوف رو برو شد. او را هم شکست داد. از این پیشتر مقصد زودف او هم از دست این جوانی که از گویم شهر و نویای توبه مرکز بود مغلوب شد و یک نفر دیگر تویچیبک شریفوف هم از دوشنبه از این پهلوان مغلوب شد و حالا ما مصاحبه این نفر رو داریم حقنظر رو و بیاید تماشا میکنیم چی بگید. حقنظر نظروف ورزشگر از نماد گشتین زیدو در همین سال 2019 در چمپیونات جمهوری تاجیکستان در وزن 81 کیلوگرم اول شده بودم و در سال 2020 در همین وزن 81 کیلو چمپیون جمهوری تاجیکستان شدم. نقشه های من این است در آینده که مشق‌های خود را تمرین های خود را زیاد کنم و مسابقه های بیرون از تاجیکستان دیگر اشتراک کنم، پرچم دولتم را بلند بردارم. مقصد من همین. خب چون شما هم در رقابت های دور اول اشتراک کردید هم در دور فینالی، کدام رقابت ها شدتش بیشتر یا احساسات چگونه است در دو نمودی رقابت؟ همین همه حریفان من ورزشگران خوب بودند، چمپیون‌های جهان بودند از نماد گشتین کراش، همروز رجبوف، سید مختار رسولوف. من واخری فینالی من اولم افروز عبدالرحمانوف کمتر حریفی جدی‌تر بود نظر به دیگر حریفان. نقشه‌هاتون را گفتید، نقشه چی؟ بله، نقشه‌ها بیرون از کشور در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک کرده، شرفی دولتم رو بلند برداشتم. مقصد من همین. ما همه جایزه‌داران را با این مکافات ها و مدال ها مبارکباد میگیم و میگذاریم با وزن 73 کیلوگرم. وزن 73 کیلوگرم این یکی از وزن هایی است که در اون 32 نفر پهلوانان شرکت ورزیدند. همین طور است؟ بله. خوب این مبارزه تا کدام درجه در اینجا برابری بود یا که قهرمانی که اونجا معلوم شد چمپیونی که شد از همه برتری در خط داشت؟ در کدام وزن؟ خوب میگیریم با محمد شریف نجمیدینوف که چمپیون مطلق شدند. بله مطلق نه وزن تا 73 کیلو. تا 73 بله مطلق وزن 70 یعنی نمایان مطلق دیگر وزن. بله این وزن تشکر این در وزن بله وزن دیگر نوفهمی هم میشوند. اما دوستان گرامی بیاید با روی تای کرده نجمیدین نظر میکنیم. نجمیدینوف در وخوری نیم نهایی نوروز کریمزاد رو شکست داد. سپس تا این دم او با توشف یک وخوری دیگر داشت او رو هم مغلوب کرد. از این پیشتر خلیلزاده هم از این پهلوانی ما که محمد شریف چون چمپیون شد البته بهترین است مغلوب کرد و از همه اولین ارنظروف محمد رحیم بود که در اولین وخوری مغلوب شد. خب به هر نحو ما این چمپیون رو هم مبارکباد میگیم. اما در این وزن با که ها صاحب جایزه شدند. جای دوم رو خواهیم شکرانوف گرفت. این وخوری فینالی در وخوری فینالی مغلوب شد از بدخشان. محمد اقبال توشف جای سوم رو از ولایت سوخت گرفت و جای سوم دیگر رو علی بوقیف از ولایت ختلون یک با دست آورد. نظر شما در باره همین وضع این یعنی که از آمد یعنی هممون میدونیم که ما در این وضع هم مدال المپی داریم هم مدال جهانی داریم. رسول باقی میشه یعنی یک وزنی که مبین است میگن یکی از وزنایی که برای ما خصوصا برای ما بسیار جایزه کلان بردگی از بیرون تاجیکستان اینجا که قهرمان هم این سال گذشته با فکرم در ازبکستان قهرمان جهان اوید گشتین وای شد
Kazak, Kazakistan? Özbekistan. Kuraş Özbeki şur. Bani Cavano. Yani goştigirun Yani ki tasodufan nestan ince. tasodifi نیست. این قهرمان تصادفی نیست. بله مبارک شود و اینجا ما مصاحبه او رو داریم مصاحبه او رو پیشنهاد میکنیم. من نجمیدین محمد شریف و میناداری خودم را با اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت میرسانم که برای ما جوانها چونی و تالار ورزشی ساخته به استفاده برده است و ما جوانان باید از این سیاست پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت استفاده برده و در عرصه بین المللی نام جمهوری پرچم برداری وطن باشیم و میناداری خود را با استادم حکومت فراوف میرسانم که برای من خیلی کوشش و غیرت نمود مشق‌های دسته‌جمعانه گذراندیم و خوشبختانه سال دوم است که من در این چمپیونات ریسپوبلیکا سزاوار جای اول میگردم. در وزن 90 کیلوگرم هم دوستان گرامی چنین وزنین هم هست. اگر از همه وزن‌تر رو چقدر که شما گفتید مطلق نیست، اما در اینجا هم پهلوانان بسیار سنگین وزنین مبارزه بردند و جهانگیر مجیدوف در آن پیروزی را به دست آورد. جهانگیر هم از بین 29 نفری که در اینجا هنرنمایی کردند توانست که همه را مغلوب نماید. در این وزن کامران کارلیکوف جای دوم را گرفتند، این هم از شهر دوشنبه است. اسرائیل رحیموف جای سوم و همچون صبرالله حکمت‌اللهیف اینا همه نمایندگان دوشنبه هستند که جای اول رو گرفتند. درباره این وزن 90 کیلوگرم شما چی گفتن میتونید؟ بسیار وزن مرکب است، مثل وزن 73 کیلو. ما در اونجا بسیار پهلوانای خوب داریم، یعنی که اینجا فقط کامراشو استوپیرو برآمده کرد. قهرمان این وزن خصوصا جهانگیر مجیدوف او وزن تا 81 رقابت میکنه. اینجا که کمترک وزن بلندتر شده بود و 90 گذاشتن. راستی اینم تصادفی نیست. همه پهلوانایی که اینجا حاضر توناج فکر میکردیم که اینجا علی مردونوف میبروید قهرمان شد. لیکن ببینید که بو برنامه اینجا که وای جای پنجم علی مردونوف جای پنجم فرامد. خب دوستان گرامی همین رو هم قید کردن به مورد است که در حقیقت علی مردونوف وقتی که در اینجا مبارزه می‌برد اینجا کارشناسان بودند به من گفتند که این چمپیون امسال همین خواهد بود، ولی جهانگیر قهرمان ولی جهانگیر مجیدوف چمپیون شد. در این باره ما هم پس خواهیم گفت چون که مربی ایرانی هست اینجا هست که در تاجیکستان پهلوانی ما رو مشق و تمرین می‌دهد و اون رو به مسابقه بین المللی گویم رهبری می‌کند. به هر نوع بیاید جهانگیر رو می‌شنویم که چی میگوید. من مجیدوف جهانگیر سال 2016 اولین بار در سن 16 سالگی قهرمان جمهوری تاجیکستان اومد به گوشنگ جودو شده بودم در وزن 81 کیلوگرم و امروز در وزن 90 کیلوگرم خرسند از آن هستم که باز این نتیجه رو تکرار کرده قهرمان جمهوری تاجیکستان شدم و ما تمرین های خود را باز دوچند زیاد میکنیم که نه بلکه در درون تاجیکستان بلکه در مسابقات های آسیایی و جهانی هم اشتراک نماییم. اساسا رقابت‌های فنی از همه رقابت‌های سخت میشن. انتظار داشتی که با این آسانی بازی فینالی رقابت فینالیتون انجام بدید؟ چی انتظار داشتی از رقابت فینالی؟ از رقابت فینالی من میخواستم که 5 دقیقه که مسابقات میرود در 5 دقیقه فقط خوازمایی کنم، اما چقدر که شما دیدید خوازمایی در دقیقه دومین به تمام رسید. شما انتظار نداشتید که در درون تتم همه چی رو انتظار شدن ممکن است، برای به همه چی باید تیار باشیم. سلامت باشید. خوش آمدید به تاجیکستان و فکر میکنم که این مسابقه به شما پسند اومد. بله خیلی مسابقه از نظر کمی و کیفی مسابقه خوبی بود و من خیلی خوشحال شدم که تونستم با فدراسیون جودو تاجیکستان این همکاری رو داشته باشم. خب این شاگردان شما در کدام حالت هستند؟ دیدم که چمپیون هم دارید. بله من در حقیقت با 2 تا از شاگردام شرکت کردم. جهانگیر مجیدوف در وزن 90 تا مقام اول برسید و امروز هم در جمع صدر آقای خورشید همین چند دقیقه بعد برای میخوام گفتی شما چمپیون بشوند؟ حتما شما. خب درجه این مسابقات چگونه است؟ والا درجه مسابقات میتونم بگم که در حقیقت تاجیکستان در این رسپول و مسابقه ملی همه جوان‌ها با انگیزه شرکت کردن و تمام ولایت‌ها با تمام وجودشون نفرات خوبی رو انتخاب کردن و به این مسابقه اعزام کردن و مسابقه از نظر کمی و کیفی
نسبت به جمعیت جلوکار این کشور عزیز تاجیکستان بسیار عالی. می‌تونه اولو با ما خبر دادن در این وضع اسرائیل رحیموف سال گذشته چمپیون تاجیکستان شده بود و امسال جای سوم را گرفت. خب به هر نوع طور من با شما گفتم در اینجا بسیار نفرانی هستند که برای پیشرفت جودوی تاجیکستان سهمی بسازا میگذارند، از جمله ولادیمیر نیکولایویچ الچنینوف. ما چند پیشتر با اون کس واخوردیم، در همین تالار حضور دارند. حالا بیاید مصاحبه الچنینوف را نشان بدیم. Я очень рад, что наконец-то в Таджикистане появилось место, где можно принимать соревнования самого высокого уровня, вплоть до чемпионата мира. Поэтому я только радуюсь вместе с таджиками, с борцами, с тренерами, вообще с любителями спорта, что такой праздник можно устроить в таком замечательном месте. А вы за кого болеете? Вчера я видел, что вы очень болели за кого-то. Не, ну у меня есть ребята, которые сейчас тренируются, помимо Акмала, Шакара, там у меня тренируются вот братья Куватовы. Потом вот вчера у меня парень удивил тут. И меня тоже, кстати, вышел в финал, на него никто не надеялся. Молодой, интересный парень. Ну вот я думаю, что у него неплохое будущее, честно говоря. Во-первых, у спортсмена должны быть некоторые качества, которые позволяют потом достигать высоких результатов. Одно из главных качеств – это обучаемость. Вот Каим Шукрунов очень хорошо обучается, и он очень управляемый. Все, что я ему кричу, подсказываю, он это все тут же выполняет. Не все ученики, к сожалению, это делают. Вот тот же Расул Бакиев, он за счет этого и боролся. Я ему долго ставил тактику, как бороться. Скажем, с соперником надо бороться по-разному. А не просто я вышел, например, правостойчик и борюсь правой стойкой. А моя правая стойка может быть для этого соперника удобна, понимаете? Поэтому с каждым соперником надо бороться по-разному. То есть надо его переиграть тактически, а не просто силой, там, приемами. Иногда просто интеллектом надо обыграть. Взять, к примеру, того же вот Камрона Устапериона. Вот он у меня 2 раза выиграл чемпионат Азии, он даже не сделал ни одного броска. Но за счет тактики, передвижения, наказания он обыгрывал и японцев, и прочих других спортсменов. امروز در وزن تا 100 کیلوگرم و همچنین از 100 کیلوگرم زیاد پهلوان در اینجا مبارزه بردن و ما و شما بعد چند لحظه وخوری‌های فینالی رو می‌بینیم که در اون در وزن تا 100 کیلوگرم اینجا شیرخونوف برای فینال می‌برند و همچنین اینجا باز نسیموف قوا می‌آزمایند. این در وزن تا 100 کیلوگرم است. در جمع 100 کیلوگرم توهیروف و مجیدوف برادری که اولو چمپیون شده بود، برادر دیگرش را انتظار است که چمپیون شود. خب این یک طرف است. طرف دیگر بار اول در تاریخ جودوی تاجیکستان مسابقه‌های دستاوی گذاشته ایستادند. در این باره و دختران هم اشتراک کردند. بله ما امسال تصمیم گرفتیم اول در ناحیه جبر رسول بین جوانان گذراندیم، یعنی که این حاضر امروز در اینجا این همه این یعنی که درسی آموزشی برای آموختن آینده، برای که جودو همچون نمود المپی بغیر از انفرادی و دستاوی میگذرد. بله. یعنی که در اونجا حاضر ما فقط که اینجا بین مردم فقط مونده، اونجا هر یک دسته 3 مرد و 2 زن حتمی باید باشد. تشکر. اما دختران برآمدنشون این یک چیزی فرحبخش هم هست، هرچند ما چمپیونی آسیا شاید نداشته باشیم. یادم هست سالهای 96 بود یک نفر از فیض‌آباد یک دختر در نوید نه حاضر ما شما بگم که ما نداریم، ما داریم، ما اینجا حاضر اونو برآمد میکنن و شاید کلنده و یعنی که چند کرد روسیه اگر من حساب ما کنم که یک 5 کرد تشکر زیاد. ما از اونها امید کلان داریم. این دخترها هم بانوهای زیبای ما در اینجا یک مهارت نشون میدن که باعث مثلا خرسندی مخلصان ما، البته این مسابقه هم برای شما از مخلصان عزیز ما، فکر میکنم که آنها هم یک لذت خواهند برد و ما و شما حالا باید گوییم که اینجا وقت کم مونده است، فرصت کم مونده است، اما چرا انتظار هستید از این وخوری که اول ناو صورت میگیرن از وخوری فینالی؟ فقط میخوام که بلات برداشتن قهرمانو شفاف و بی‌طرفگیری جای خودمون رو گیرن، یعنی که قهرمان و جایزه دار باشه. خب حالا ما فکر میکنم که وقت داریم. اگر وقت داشته باشیم پس میتوانیم که حالا وقت داریم ما میتوانیم اینجا درباره وزن تا 100 کیلوگرم و درباره وخوری فینالی گفتیم. از نقطه نظر شما کدام از این نفرانی که در فینال بازی میکنن؟ اینجا مدعی فردوس نسیموف است.
یعنی که پهلوانش نقطه نه فقط یکم بار چندم کرده است که با آخری فینالی و جایزه دار این وضع است. شما میگید که فردوس نسیموف ما هم جانبدار شما هستیم، اما من فکر میکنم که اینجا میبینیم که کی ورزش است. این ورزش است. دوستان گرامی، از سبب اون که حالا مسابقه ها شروع میشوند، ما رشته سخن رو با شارحانمون اینجا علی شریف هستند، کریم خان هست و رحمت شاه هستند که اونها باز از جریان این واخوری گزارش‌های مستقیم خود را پخش میکنند. در همین جا با شما خیر میگیم تا برنامه‌های آینده، تا همین گونه مسابقات نوبتی که در همین گونه ورزشگاه‌های برهوای تازه و زیبا برگزار می‌گردند. خود را احتیاط کنید.